صندوق بین‌المللی پول میگوید که همکاری ازبکستان با همسایه‌ها از جمله تاجیکستان برای حل مشکلات دشوار منطقه نهایت مهم است. کریستین لاگارد مدیر صندوق بین‌المللی پول با نشر یک اظهارات روز 12 اکتبر گفته است با تشبس‌های پرزیدنت شوکت میرزیویف در امر بهتر کردن مناسبت با همسایه‌های ازبکستان بهای بلند می‌دهد، چون با تاکید خانم لاگارد این همکاری در حل مسائل‌های پیچیده منطقه و مثل استفاده ذخیره‌های آب، بنیاد حلقه یگانه خط‌های نیروی برق و رشد نقلیات کمک خواهد کرد. سه مسئله که کریستین لاگارد در اظهاراتش بیان کرده است استفاده یکجایی ذخیره آب، بنیاد حلقه یگانه خط‌های نیروی برق و رشد نقلیات از مشکلاتی هستند که در یک 10 ساله اخیر مناسبات تاجیکستان و ازبکستان را در آن گره خورده است. عملا در یک سال رهبری میرزیویف از این سه مشکل گره دو مشکل قسماً رها شد. پرواز مستقیم هواپیما میان دوشنبه و تاشکند بازگردید و مدیر شرکت راه آهن ازبکستان وعده داد که تا 40% قیمت عبور مرور قطارهای تاجیکستان را از قلمرو این کشور پایین میبرد. حلقه یگانه انرژتیکی آسیای میانه که سال 2009 محض با تشبس یکجانبه تاشکند ویران شده بود هنوز برقرار نشده است. اما ماه می این سال رهبران شرکت‌های برق کشورهای آسیای میانه درباره دوباره برقرار کردن این حلقه در المعطا با هم ملاقات داشتند. ارکادی دوبنوف، کارشناس مسائل آسیای مرکزی در مسکو، در شرح جغرافیایی سفرهای میرزیویف به پایتخت‌های کشورهای همسایه ازبکستان در آسیای میانه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای به پررگی آب شدن یخ میان این دو کشور هنوز وقت ضرور است. او گفت تانگو можна танцевать только вдвоем. طور میگویند برای رقص تانگو دو جانب ضرور است. برای مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان هم میل دو جانب در کار است. چون روابط دوشنبه و تاشکند تاریخ دیرینه دارند و از همه کشورهای دیگری همسایه ازبکستان فرق میکند. از این رو برای به پررگی نرم شدن این روابط وقتی بیشتر ضرور است تا که همه خوف‌ها از یکدیگر رفع شود و جانب‌ها به یکدیگر به پررگی باور کنند. در دوشنبه منتظرند که مسائل حل نشده دو کشور تنها هنگام سفر رئیس جمهور ازبکستان به تاجیکستان حل خود را پیدا خواهد کرد.